بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی رحمت. السلام علیکم همدیاران عزیز، شنوندگان خوبی رادیو مهر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. به برنامه حدیث رحمت خوش آمدید. من آریا سهراب بسیار مفتخرم که می توانم در خدمت شما دوستان باشم. این روزها که همه ما سعی میکنیم تا کمتر از خانه بیرون بیاییم و در مبارزه با کرونا شریک باشیم، قطعاً دلتنگ بعضی چیزها یا مکانهایی میشویم، مثل مسجد. مسجد خانه عشق، گلدسته های تو تجسم زیبایی نیایشند، پیچک های سبز که عاشقانه به سمت مطلق نور رفتند و دست نیاز به درگاه بینیاز او کشاده اند. خانه امن الهی، چی راز است در تو که این گونه به آرامشمان میرسانی؟ در خشت خشت دیوارهای تو چیست که عطر بهشت را در مشام جان زنده میکنی؟ براستی چقدر این روزها دلتنگ مسجد هستم و وقتی نگاهمان به صحنهای خالی مسجد می افتد، هوای دلمان ابری می شود. شاید اگر مسجد هم به حرف می آمد، او نیز از دلتنگی و دوری بندگان خدا در محرابش می گفت. اما خوشا به حال کسانی که لایق شده اند برای خادمی خانه خدا، برای آب و جارو کردن این مکان مقدس. همراهان گرامی، در این لحظه میشنویم حدیث امروز را. این شما و این استاد نصیب الله عمرov. بسم الله الرحمن الرحیم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره، أو قال قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. رواه البخاری. امام بخاری در صحیح خود تحت رقم 438 روایتی را از ابو هریره رضی الله عنه نقل می کند که مرد سیاه پوستی یا زن سیاه پوستی دائما مسجد را جاروب می کردند و پس از چند مدتی از دنیا رفت. چندی پس از آن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جویای حال او شدند. به آن حضرت گفتند او چندی است که درگذشته است. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند چرا مرا از آن آگاه نکردید؟
مرا به سر قبر او راهنمایی کنید. سپس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بر سر قبر او آمدند و بر او نماز خواندند. این حدیث به نکات فراوانی اشاره دارد که به برخی آن ما هم اشاره می کنیم و مرور خواهیم کرد. خدمت رسانی در هر زمینه مشروع با ارزش است. هرچند دارای مراتب و درجات می باشد که آن مراتب برخاسته از شرایط گوناگون زمانی، مکانی و نوعی است. از جمله خدمات و خدمت‌های خیلی با ارزشی که در طول تاریخ بشر وجود داشته است، خدمت رسانی در مراکز مقدس عبادی است که برای ما مسلمانان مسجد باشد. در تمام نقاط کره خاکی، در میان هر قوم و ملتی، در هر طیف از دین و مذهبی، اماکنی وجود دارد که به عنوان اماکن مقدس ذکر و با اسامی کلیسا، کنیسه، معابد، صومعه و مساجد یاد می شوند. از روزی که انسان پا به این زندگی خاکی و زمینی گذاشت، به امر و اراده الهی در هر کجای این جهان تصمیم به سکونت گرفت، نخستین مکانی که بنا می کرد مکان عبادت و پرستش خداوند متعال بود. چون آن اماکن از قداست ویژه‌ای برخوردار می شدند، خدمت کردن در آن اماکن نیز جنبه مقدس به خود می گرفت و همواره با ارزش تلقی می شد. در تاریخ اسلام هم این سنت الهی جاری بوده است. زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله دعوت الهی خیش را علنا و آشکارا براه ماندند، نخست از کعبه شروع کردند. در آن مکان مقدس مردم را به سوی خدای یگانه فرا خواندند. پس از هجرت در هر مکانی که تا رسیدن به مدینه توقف نمودند، مسجد را بنا می‌کردند و با مردم نماز می‌خواندند. وقتی به مدینه رسیدند، نخست جای مسجد را تعیین نمودند و آن را با سرعت بنا کردند و آنجا به مرکز حکومت اسلامی رسول خدا تبدیل شد. در آن مکان بود که تمام تصمیمات مهم و تاریخی آن حضرت گرفته میشد. امر و فرمانهای صلح و جنگ و سازندگی از جانب رسول خدا در آن مکان صادر میشد و اغلب ملاقاتهای ایشان نیز در آن مکان مقدس صورت می گرفت. بنابر آنچه در بالا ذکر شد، مسجد در جامعه اسلامی از اهمیت والایی برخوردار است. برای درک ارزش و قداست مسجد همین بس است که مردم وقتی جایی را برای مسجد مشخص می کنند و بنای مسجد را می سازند، آن مکان همزمان با تعیین مردم دارای احکام خاصی می شود. بله، دارای احکامی می شود که قبل از آن نداشت و زمینی که در چند قدمی آن مکان قرار دارد نیز چنین احکام را دارا نمی باشد. این امر با زبان بیزبانی قداست و با ارزش بودن آن مکان را به ما گوش زد می کند. آری، افراد ناپاک نمی توانند وارد این مکان شوند. خرید و فروش که نماد بارزی است از زندگی مادی در این مکان ممنوع است. هر نوع لهو و لعب و حتی سخنان بیفایده در اینجا حرام است. با در نظر گرفتن این همه ویژگی های مسجد روشن می شود که خدمت رسانی در این مکان مقدس چقدر ارزش دارد. چرا که هر نوع فعالیت خدماتی در این مکان مقدس در راستای تسهیلات و کمک برای عبادت خداوند متعال بوده و اشخاص خادم در ثواب هر عبادت و عمل خیری که در مسجد انجام می‌گیرد شریک خواهند بود. پاکیزه و تمیز نگه داشتن مسجد امری است مهم و مطلوب، به حدی که در قرآن کریم به این نکته صراحتاً اشاره شده است.
و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. خداوند در سوره بقره آیه 125 می‌فرماید و از ابراهیم و فرزندش اسماعیل پیمان گرفتیم که حرم خدا را از هر پلیدی پاکیزه دارید، برای اینکه اهل ایمان به طواف و اعتکاف حرم بیایند و در آن نماز و طاعت خدا بجای آرند. حالا برمیگردیم به متن حدیث. آیا در رابطه با اسم و شخصیت آن رفتگر مسجد چیزی در کتب تاریخ و سیره ذکر شده است؟ بنابر آنچه صاحب فتح الباری شرح صحیح بخاری از امام بیهقی روایت می کند که ایشان از ابن بریده روایت کرده است، اسم آن رفتگر محجن بوده است و این اسم زن است و لذا می شود گفت تقریبا شکی که از جانب راوی در متن حدیث آمده برطرف می شود و روشن می گردد که آن فرد رفتگر زن بوده است. حدیث شریف به این معنای لطیف نیز اشاره دارد که پیغمبر به تک تک افراد جامعه مسلمانان توجه می کردند تا حدی که اگر کسی از آنان را چند روزی در مسجد نمی دیدند از احوال او پرسجو می نمودند. رسول خدا از اینکه ایشان را از مرگ آن مسلمان خبر نکردند و از دفن اون مسلمان رفتگر خبر نکردند ناراحت شدند و با عتاب فرمودند پس چرا مرا از آن آگاه نکردید؟ شخصیت آن فرد رفتگر آنقدر بزرگ بود که رسول خدا خود شخصاً جویای محل قبر او شدند و بیدرنگ راه به سوی قبرستان گرفتند. نماز خواندن پیامبر بر سر قبر هر کسی باعث نزول رحمت الهی بر آن متوفا می شود. لذا در قرآن کریم خداوند رسولش را از ایستادن بر سر قبر منافقین نهی کرده است، همچنان که از دعا و طلب آمرزش برای کافر و مشرک منع نموده است. لذا در پایان روایتی که امام مسلم همین روایت را نقل می کند می خوانیم که رسول خدا پس از انجام نماز بر سر قبر آن رفتگر مسجد فرمودند این هذه القبور مملوءة ظلمة علی اهلها و ان الله ینورها لهم بصلاة علیهم. همانا این قبور اهل خود را با ظلمت و تاریکی فرا گرفته است و به تحقیق خداوند این قبرها را برای صاحبانش به خاطر نماز من منور و روشن گرداند. باشد که همه ما توفیق داشته باشیم در مساجد خدمت نماییم و از ثواب این عمل صالح بهره‌مند شویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر از استاد عزیز و همه شما شنوندگان حدیثی رحمت. در این روزهای کرونایی که بیشتر ما در خانه مانده ایم، بعضی از دوستان از روی شوخی پیام دادند که من اکنون فهمیدم بچم صنف 7 بوده است و شوخی های دیگر از این دست. اما چیزی که میخواهم بگویم این است که قدری در خانه ماندن را بدانیم. سعی کنیم بیشتر با فرزندانمان وقت بگذرانیم، بازی کنیم و از زندگی با این شکل هم لذت ببریم. باور کنید که ما با توکل بر خدا و رعایت دستورالعمل‌های وزارت تندرستی و توصیه‌های دکتران و پزشکان می توانیم بر این ویروس غالب آییم. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتان. سلامت باشید.
برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org